سلام به عزیزان. امیدوارم که حالتون پر از الهامات و برکت باشه. امروز میخواستم درباره رهایی باتون صحبت کنم. خب، رهایی انسان، رهایی بشر که باعث میشه که جامعهمون میتونه رها باشه، میتونه آزاد باشه. این مباحث به شما عزیزان یک بینش میده. خب، حالا دانشم داره، بالاخره یه نکاتی هست، یه علمی رو دریافت میکنید، ولی هدف اصلی من اینجا بینشه. به قول سهراب، چشمها رو باید شست. ما اومدیم اینجا که چشمها رو بشوریم. الان اتفاقاً اینجا در جنوب کالیفرنیا داره بارون میاد، بارون برکت، و این اتفاقا یک نشانه خیلی خوبیه برای اینکه موقع شستنه، موقع پاکیزه کردنه، پاک کردن، و موقع رشده که از این بارون گلهای جدیدی به وجود میان و رشد میکنن. سبزه ها، چمن، علف، همه اینا با برکت بارون رشد میکنن و این لازمه رهاییه. خب، من دارم درباره رهایی تمام بشر دارم صحبت میکنم، نه قوم خاصی. البته که داریم فارسی صحبت میکنیم و خب فارسی زبونا بیشتر الان میتونن از این صحبت ها استفاده کنن، ولی هدف من این نیست که بگم که این یه چیز اختصاص به جامعه فارسی زبون یا جامعه ایران. نه، میخوام یک مبنایی براتون بدم که برای تمام بشر این سازگاری داره و همه میتونن از این استفاده کنن. فرقی نمیکنه که مال کدوم طبقه اجتماعی اقتصادی هستیم، مال کدوم نژاد، کدوم دین، کدوم طبقه تحصیلی. اینا هیچ کدوم در این مباحث محک نیستن. خب، اومدیم که انسان سازی بکنیم با هم، چون در عین این صحبت ها این برای خود شخص منم داره کمک میکنه برای انسان سازی، برای شستن چشم ها. مولانای عالی مقام فرمودن از دیو و دد ملولم، انسانم آرزوست. ما تو جامعه دیو و دد زیاد داریم و بعضی وقتا از وجود خودمون این دیو و دد هم میزنه بیرون و هدف این است که ما آگاهی بیشتر پیدا کنیم، که تحول پیدا کنیم و اون انسانیت ما تجلی کنه در برخورد با خودمون، با
اطرافیانمون، با عزیزانمون، با هر کی که باش برخورد داریم و باش رابطه داریم. این مباحث تمام بخشای زندگی رو اثر میذاره، از رابطه انسانی، زوجی، زن و شوهری، هرچی بخوایم بگیم، دوست پسر، دوست دختری، هرچی در این زمینه ها. مباحث سیاسی رو اثر میذاره، بینشمون به سیاست و ارزش هامون در سیاست، به زندگی مالیمون اثر میذاره که چجوری ما به مباحث مالی نگاه میکنیم و چجوری با این مباحث برخورد میکنیم که بتونیم بهترین زندگی رو داشته باشیم. با مباحث فرهنگی اثر داره، مباحث تفریح، که اصلا چجوری ما تفریح بخوایم انتخاب کنیم، چون نوع تفریح هم خیلی مهمه که ببینیم آیا چی داره رو ما چجوری اثر میذاره. مباحث دینی، که چجوری ما به دین اصلا نگاه میکنیم و فرقی نمیکنه مال کدوم دین و مذهب هستیم، چه اسلام، چه بهاییت، چه مسیحیت، چه کلیمیت، چه زرتشتی یا هر چی دیگه. مباحث تحصیلی و علم، که بعضیا به دین خاصی اعتقاد ندارن، میگن ما اصلا خدا رو قبول نداریم، ما اصلا اهل هیچ دین و مذهبی نیستیم. و میبینیم توی مباحث علمی خیلی بهش بها میدن و اهمیت میدن که فلانی چند تا مدرک داره، فلانی کجا دانشگاهشو رفته، فلانی آخرین مدرک تحصیلیش چیه، و اینها برای خیلیا اول ارجحیت داره. بنابراین بعضیا دینشون همین تحصیلاته. اینو خوب مهمه که خیلی خوب بهش توجه کنیم. میدونی بعضیا میتونن بگن من اهل هیچ دین و مذهبی نیستم، و بعد میبینی که فکر و ذکرش پوله. خب یکی وقتی فکر و ذکرش پول باشه و تمام زندگیش دور و ور و محور پول میگرده، یعنی خدای اون پوله. خب منظورم این نیست که پول هیچ اهمیتی نداره، اصلا اتفاقا خیلی هم مهمه، ولی در جایگاه خودش، نه که همه چیز زندگی باشه. خب این به مباحث علمی و روی کردمون به علم خیلی اثر میذاره، به اخلاقیات، روی کردمون به اهمیت اخلاقیات و روابط خانوادگی با روابط اجتماعی و با دوستان. در اصل الان آغاز تأسیس یک بینشگاه است. ما به اندازه کافی دانشگاه داریم،
چه در غرب جنوب کالیفرنیا که الان من نشستم، چه در ایران، چه در ایرانیان مقیم جاهای دیگه دنیا از بقیه جاهای امریکا و کانادا و اروپا و استرالیا و هر جا بگی، در اصل برای کل جهان ما به اندازه کافی دانشگاه داریم و بعد که خود این اینترنت هم این الان علاوه دانش دیگه بهترین دسترسی رو همه داریم. نه که منظورم این باشه علاوه دانش و تحصیلات اینترنت میتونه جایگاه دانشگاه باشه، ولی خب خیلی میتونه اثر بذاره. بنابراین آنچه که مهم است بینشه برای انسانیت، که مولانا میگه انسانم آرزوست، منظورش یکی با بینش اصل انسانیه. بینش قلبی، بینشی که بر مبنای عشق. عشق منظور اینجاست که عشق برای همگان. خب عشق چیزی نیست که محدود به رابطه زن و شویی، رابطه همسری، دوست پسری، دوست دختری، عاشق معشوق، اینجوری یه بخشی از عشقه، یه بخش خیلی زیباییه و خیلی هم مهمه، ولی همگان نیست. ما میتونیم به دیوارمون عشق بورزیم، دیوار خونمون. ما میتونیم به اشیاء خونمون عشق بورزیم، به گیاهان، به حیوانات، به خانواده، به دوستان. اینا همه از بینشمون نشأت میگیره. و ما بخوایم این مباحث را در زندگیمون درونی کنیم و تجلی کنیم، لازمش اینه که ما به فضای قلبیمون بها بدیم، یه فضایی بدیم که اون حسای قلبی و وجودیمون بیاد بالا، بهش گوش بدیم، بهش بپردازیم، بهش توجه کنیم. و مطمئناً ما برای زندگی خودمون این کارو بکنیم اثر خیلی مثبتی میذاره برای جامعهمون، چون توی تمام روابطمون اثر میذاره. از رابطه زوجی تا روابط اقتصادی و کاری، تا روابط‌های دوستی معنوی و با حیوانات، با گیاهان،
با بقیه اشیا. و ما این اثر رو بذاریم روی تمام اینها، مطمئناً اثر ما روی اینها هم اثرای دیگه مثبت میذاره، اثرای دیگه الهام بخش. ما ایرانیان فرهنگمون از 3 تا ریشه شکل گرفته. ما فرهنگمون الان اثر چه میگن، اثر پذیرفته فرهنگ غرب، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی زرتشتیه. اینا 3 تا یک اثر عمیقی روی جامعه ما گذاشتن. و یکی از نکاتی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که لازم نیست که ما که اگر بخوایم قدردانی از یکیشون بکنیم دیگری رو پس بزنیم یا 2 تا دیگری رو پس بزنیم، کنار بذاریم. اینها هر کدومشون یک حکمت عمیق، زیبا و الهام بخشی در درونشون دارن و در ضمن هر کدومشونم میشه اثر منفی ازشون گرفت. اگر نتونیم خوب تشخیص بدیم که طرفی که با ما برخورد داره میکنه یا برنامه‌ای که دارم میبینم درسته داره از یکی از اینها داره قدردانی میکنه یا به قول معروف پرچمش رو بلند کرده، ولی باید ببینیم اون زیربنای حرفش چیه، ارزشای طرف چیه. چون هر کدوم از این 3 فرهنگ یک ریشه زیبای قلبی، وجودی و انسانی دارن. میخوام که این برای هممون جا بیفته. دارم بر اساس تحقیقات تاریخی دارم این حرفا رو میزنم و شهود و الهامات ماوراءالطبیعی که این الهامات از ماوراءالطبیعی روی طبیعت اثر میذارن اگر بتونیم گوش بدیم. یکی از بزرگان فرهنگ ما، شاید تنها بزرگ تمدن ایران که از تمام این 3 تا
بهره برده، مستفیض شده و قدردانی میکنه، شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است. به قول معروف شیخ مقتول، که به خاطر نظریاتش نسبت به اسلام کشته شده، شهید شده به قول تمدن اسلامی. خب من اگه بگم شهید شده، منظورم اینه که با اونهایتون که با این فرهنگ و این تمدن انس گرفتین و قبول دارین، بتونم یک ارتباطی برقرار کنم. هدف این نیست که بگم که این فرهنگ، این تمدن تنها راه رهایی است. شیخ اشراق یک عارف عالی مقام بوده. عارفم با هستی، با خداوند، با خودش از طریق قلب ارتباط برقرار میکنه. تنها لازمه بهره بردن از این مباحث اینه که یک قلب داشته باشید. اگر که قلب داشته باشید میتونید از این صحبت‌ها بهره ببرید. لازمش همینه. لازم نیست که باور خاصی داشته باشین. یه آدمی اومده بوده پلوی یک عارف عالی مقام 60 50 سال پیش، 40 سال پیش، اومده گفته که من نمیدونم چرا به شما کشیده شدم و جذب شدم. مثل اینکه شما که توی مباحث عرفان و دین و این چیزا هستین، من یک لامذهبم، من یک بی خدام، ولی شیفته شما شدم، نمیدونم چرا. بعد این بزرگوار بهشون فرمودن که لازم نیست هیچ باور دینی داشته باشید که از این ریشه، از این انرژی بهره ببرید. فقط لازمش اینه که قلب داشته باشید و بس. و صحبت ما هم لازمش همینه. شیخ اشراق از هر سه تا فرهنگ قدردانی میکرد و هر کدومشونم جایگاه خودش رو براش قرار میگرفت. میگفت هر کدوم این سه فرهنگ، چه غربی، چه اسلامی، چه زرتشتی ایرانی، میتونه برای انسان راهگشا باشه.
رویکردش به تمدن غرب از این طریق بود که با حکیمان پیش از سقراط ارتباط برقرار می کرد. ریشه تمدن غربی به ارسطو بر نمیگرده. پیش از ارسطو افلاطون داشتیم. پیش از افلاطون سقراط داشتیم. پیش از سقراط فیثاغورس داشتیم و پیش از فیثاغورس هم 2 تا اسم براتون بیارم که شاید نشنیدین و اینها بزرگان و بزرگترین، اثرگذارترین و الهام بخشترین حکیمان تمدن غرب هستن که غربیاشونم به ندرت اسمشون رو شنیدن، چون توی مدارس و دانشگاه رایج اینا درس داده نمیشن متاسفانه. اسماشون هست امبازقلس و پرماندس. اینها بنیانگذارای تمدن غربن که از تمدن یونان، از فرهنگ و امپراتوری یونان شکل گرفتن و رشد کردن. این یکی از نکاتیه که در جامعه چه غربی چه ایرانی چه اسلامی گم شده. و نمیخوام منظورم این نیست که مثلا در 50 سال اخیر یا 100 سال اخیر یا 200 سال اخیر گم شده. نه، صدها ساله که گم شده، بلکه بیشتر از 1000 سال، بلکه بیشتر از 2000 سال. یک کتاب بسیار قشنگ و الهام بخش و تأثیرگذاری که در این زمینه به فارسی هم ترجمه شده هستش، در زوایای تاریک حکمت. نویسندش هم آقای پیتر کینگزلیه. و این ریشه این درسای و حالا درس کلمه درستی نیست، چون این مباحث کتاب درسی نیستن. مبنای بینش عرفان یونان که بنای تمدن غربه از وجود شکل میگیره، از تمام وجود، از ذهن شکل نمیگیره، از حس بدنی شکل میگیره که ریشش قلبه، ریشش جانه. چه بارون برکتی الان داریم. چشمها رو باید شست. برای خودم یک یادآوری خیلی خوبیه. ریشه تمدن غربی
گم شده که ما داریم سعی میکنیم که برای آدمای بیشتر این کشف بشه دوباره. کجا گم شده؟ در وجود ما. یه بار ملا صدرا، ببخشید، نه ملا صدرا، ملا نصرالدین کلیدشو گم کرده. کلیدشو روی توی حیاط جلوی خونش گم کرده بود. بعد صبح بود. بعد اومده بود به همسایه ها، رجوع کرد، گفت که عزیزان کلیدمو گم کردم. و گفتن کلیدتو گم کردی؟ خب پس بیا ما کمکت کنیم پیدا کنیم. بعد ملا نصرالدین همون فکر میکرد که توی همون حیاط جلو گم شده. خلاصه همینجوری داشت نگاه میکرد و دنبال میگشت و همسایه رو هم گذاشت سر کار. همه بالا و پایین و چپ و راست و همه جا داشتن میگشتن. بعد از مدتی یکی از همسایانش گفت ملا جان، مطمئنی توی حیاط جلوی خونت گم شده؟ گفت که اتفاقا مطمئن نیستم، فکر میکنم توی داخل خونه گم شده. گفت خب پس چرا داری بیرون خونه رو میگردی؟ گفت آخه اونجا برق نداریم، تاریکه. الان اینجا روشنه، اینجا رو میشه بیشتر راحت تر گشت. منظور اینه که ما اگه بخوایم کلید رو پیدا کنیم، ما باید در فضای تاریک بگردیم، در زوایای تاریک حکمت باید بگردیم. خیلی وقتا آسونتره که ما به برون بنگریم، ولی اگر بخوایم کلید اصلی رو پیدا کنیم باید به درون بنگریم، درون خونه خودمون. که خونه خودمون کجاست؟ در وجود ماست، در ضمیر ماست، ضمیر ناخودآگاه ماست. در به قول انگلیسی زبونا در هابیت های ماست، در رفتارهای ناخواسته ماست، رفتارهای غیر ارادی ماست، که اینا رو باید نگاه کنیم و چرا اینجوری برخورد میکنیم، که بهش فضا بدیم، آگاهی بدیم، در این تاریکی ها بنگریم، که با این توجهات میتونه یک نوری در بیاد. از تاریک ترین شب سال، شب یلدا که بهش میگن، یلدا ریشش متولده، که کلمه عربیش هم ولد همون متولد شدنه. چی متولد میشه در یلدا؟ نور. نور از چی متولد میشه؟ از درون اون تاریکی. بنابراین هر شرایط ظاهراً تاریکی که ما باش برخورد هستیم، خوبه که بدونیم که در این تجربه میتونه یک
یک پیام پربرکت برای ما، برای زندگی ما ازش بگیریم، اگر که چشما رو بشوریم. خیلی ممنون از توجهتون و انشالله به زودی صحبت‌ها رو ادامه میدیم.